سلام دوستای گلم، وقتتون بخیر باشه. خیلی از ماها دوست داریم به عنوان یک فرد موفق توی جامعه شناخته بشیم. اصلا این موفقیت چیه؟ موفقیت از دید من، شما و یا اشخاص دیگه متفاوته. یکی فکر میکنه فقط یه ازدواج موفق داشتن موفقیته. یکی فکر میکنه بچه یه خوب تربیت کردن موفقیته. یکی فکر میکنه دکتر شدن موفقیته. یکی فکر میکنه معلم شدن موفقیته. یکی فکر میکنه باید به دیگران خدمت کنه که به اون موفقیتی که میخواد برسه. پس موفقیت از دید من، شما و یا اشخاص مختلف متفاوته. اگه میخوای یه فرد موفق باشی و به اون احساس رضایت درونی برسی، به این فکر کن که از دید خودت موفقیت چیه. دنبال این نگرد که مثلا من چی فکر میکنم، اون چی فکر میکنه، کی چی فکر میکنه. به این فکر کن که تو چه فکری میکنی، تو چی میخوای از زندگی، هدفت از زندگی چیه، از دید خودت چه شخصی موفقه، از دید خودت هدفت چیه، چه راهی رو باید برسی که به اون موفقیت رو برسی، چه راههایی باید بری. پس به خودت نگاه کن. یعنی هر طرف که شما بری باز برمیگردی به خودت. اگه موفق نیستی به خودت نگاه کن. اگه موفقی باز به خودت نگاه کن. اگه میخوای خوشبخت بشی به خودت نگاه کن. پس چجوری باید بهت بفهمونن که چی؟ همه چی از خود تو شروع میشه، نه از دیگران. پس بهانه‌جویی رو بذار کنار. این که بگی این کارو که موفق نشم، اون این کارو که موفق نشدم، نداریم. به خودت برمیگرده. اگر بخوای موفق میشی. به یکی اعتماد کردی، مانع شد، برمیگرده به کی؟ به خودت. چرا اعتماد کردی که مانع موفقیتت شد؟ این یه مثال ساده بود. پس برگرد به خودت نگاه کن. برگرد به خودت نگاه کن و هدفتو تعیین کن و برای رسیدن به اون هدف تا میتونی تلاش کن. تلاش کن و بهش برس. وقتی اون احساس رضایت درونی در تو ایجاد میشه، این یعنی که تو موفق شدی. این که از دیروزت بهتر باشی، این که برای خواستت یه قدم برداشتی، این که احساس رضایت درونی تو ارضا شده، این یعنی که تو موفقی. پس موفقیت از خود تو شروع میشه و به خود تو هم ختم میشه.